نقاط طب سوزنی همون چاکراها هستن؟ این یکی از اون سوالایی که خیلی از خودشون میپرسن و وارد دنیای رمزآلود انرژی ها میشن. جواب کوتاه اینه که بله، بعضی از نقاط طب سوزنی و چاکراها ممکنه بر هم منطبق یا نزدیک به هم باشن، اما یکسان نیست. الان براتون با یه توضیح ساده و روشن بازش میکنم. اینها منشأ متفاوت دارن. چاکراها از فلسفه و معنویت هندو، آیورودا و یوگا میاد، اما نقاط طب سوزنی از طب سنتی چینی و فلسفه چی و یین و یانگ میاد. پس زبان و نگاهشون به انرژی فرق میکنه، اما این دوتا سیستم شباهت‌های ساختاری با هم دارن. هر دو سیستم معتقدن که انرژی، چی یا پرانا، در بدن در جریانه. در هر دوتا سیستم اعتقاد بر اینه که بدن کانال‌هایی داره که انرژی درش در جریانه. جالبه بدونی که در هر دو سیستم مراکز اصلی انرژی وسط بدن قرار داره، از پایه ستون فقرات تا بالای سر. حالا این دوتا سیستم یه سری نقاط همپوشان یا نزدیک هم دارن. مثلا چاکرای قلب تقریبا همون جایی که نقاط طب سوزنی مربوط به قلب یا پریکارد هستن. چاکرای ناف با ناحیه‌ای که طب سوزنی به مریدین معده و طحال وصلش میکنه هم محل یا خیلی نزدیکه. چاکرای چشم سوم یا آجنا دقیقاً روی نقطه‌ای هست که در طب سوزنی به اون میگن یین تانگ که بین دوتا ابروه و نقطه آرامش ذهن و خوابم هست. پس در بعضی موارد محل فیزیکی و عملکرد انرژی این نقاط خیلی نزدیک یا مشترک میشن، اما تفاوت در تعداد و کاربردشون. چاکراها تعداد محدودی دارن، 7 یا 114 چاکرای اصلی و اما طب سوزنی حدود 360 تا نقطه روی 12 تا کانال اصلی و 2 تا فرعی داره. و البته هدفاشون هم کمی با هم متفاوته. طب سوزنی بیشتر برای درمان جسمی و عملکرد اندام‌ها و چاکراها بیشتر برای هماهنگی روح و بدن و رشد معنوی به کار میره. در کل برای جمع‌بندی میشه گفت این دو نه یکسان ولی موازی و همراستا هستن، مثل دو نقشه متفاوت از یک بدن انرژی محور.